من همچه یک فردی تاجیکستان، همچه یک شهروند تاجیکستان آرزو دارم که تاجیکستان عزیز من همیشه همه خیلی گلگل شکوفان باشد. سرورش که بسیار شخصی عاقل و دانا است، این خلق را، این کشور را به یکی از کلاهای بلندترین برده رساند و خلق شریف من همیشه شاد باشد. نبیره ها، فرزندان در سایه دولت این خلق بزرگ زندگی کنند، شادی کنند، آرام باشند. هنرپیشه شایسته تاجیکستان، برادر هنرمند ارشد زنده‌یاد دوستمراد علی، رجب مراد علی، چرا در صحنه نیبو پهلوی این خاله بسیار برنادل و کوزگر و کوزه فروش قرار گرفته؟ انیق حکمت نهفته اینجا. این خالم کلالگر است. این همه اسبابی که این خالم ساختگی من اینا معرفی بکنم. مثلا یک شعر از بزرگ صابر میخونم که مثال معرفیگری همین چیز است. آی آینه ما کلال فیض آبادی، آی چون شیشگران کلال فیض آبادی، آی از دیدن کوزش کسی سیر نشد، سیر نشد، سیر نشد. آی در کوزه و جمال فیض آبادی، آی در کوزه و جمال فیض آبادی یاری. آی در کوزه تو هزار و یک نقش و نگار، آی خاله جان کوزه خوش رو تبرار. آی تا کوزه خرم آب گیرم از چشمه، از چشمه، از چشمه. های شاید به سری چشمه همه آید یار، های شاید به سری چشمه همه آید یار، یاری. فیض آباد قدیمترین و جوانترین سرزمین این وطن نازنین است، چون تاریخ چند هزار ساله ملت را دفاع کرده در ترغیب هنر و فرهنگ و صنعت کهندیار است برهم، و چون هم قدم زمانه است و در کوشش و تلاش و در طلب و پرخاش بهر آباد کردن وطن همیشه تیار، جوان و توانا و نازنین است. یعنی که سبز اندر سبز، مانند به گل و گیاه شفا بخش تل و تپه هایش.